کسایی خوشحال شدن که اصلا من فکرشون نمی‌کردم. یه گریه‌ای کردم، یه کسایی کنارم گریه کردم که فکرشون اصلا انتظار داشتن از یه سری غلط، انتظار نداشتن از یه سری غلطی. من یه کسایی بعد اینکه این اتفاقات اصلا اومدن پیشم که من یارو ندیده بودم، فامیلمون بوده، خیلی وقت بود ندیده بودم، یه جوری اومد پشتم انگار من داداششم. من هیچ وقت یادم نمیره، این روزامو یادم نمیره و این مسیره 6 ماهه منو خوب پخته کرد بشناسم. ببین تو برای الماس شدن باید پاره بشیم، باید فشار روت بیاد، باید اذیت بشیم، سختی بکشیم. انسانایی که قدرتمند میشن خب توی شرایط سخت قرار نیستش که تو ناز و نعمت پخته بشی. یه دریا توی چشمان